با یاد و نام خدا و سلام خدمت دانش آموزان عزیز. قسمت نهم از فصل دوم فیزیک پایه دهم رشته های ریاضی تجربی رو شروع میکنیم. لوله های یو شکل اصل همترازی و فشار شاره ها رو در جلسات گذشته و همچنین تمرین های اونها رو، نیروهایی که به دریچه ها وارد میکنن رو تا الان توضیح دادم. میخوایم بریم سراغ فشار هوا. فشار هوا همون ادامه قسمت فشار شاره ها، فشار مایعات رو گفتیم، حالا فشار هوا. هوا هم دقیقاً عین مایعات، هرچی از سطح زمین، از سطح آزاد دریا بالاتر بریم فشار هوا کاهش پیدا میکنه. دقیقاً عین همون رابطه‌ای که گفتیم فشار پایینی مساویه با روجیهاش به علاوه فشار بالایی، میتونیم برای هوا هم همینو بگیم. یعنی اگر ما از کوه، از پایین یک کوه بخوایم بالا بریم، فرض کنید که اینجا یه قله کوه داریم، میخوایم از اینجا بریم بالا. وقتی که داریم از قله کوه بالا میریم، اینجا هوایی که اینجا قرار گرفته نسبت به هواهای بالاتر، ببینید هوای اینجا من یه مقداری تو همتر میکشم، اینجا رو یه مقداری با فاصله تر میکشم. یعنی هرچی که از سطح پایین به طرف بالا حرکت کنیم فشار هوا کاهش پیدا میکنه. اگر فشار قسمت پایینی رو بخوایم به دست بیاریم، مثلا فشار کوه پایه رو بخوام به دست بیارم، فشار کوه پایه یعنی فشار پایینی مساوی با رو جی هاش به علاوه فشار بالایی، رو جی هاش به علاوه فشار بالایی. این فشار بالایی رو مثلا میتونم بنویسم پی اوله. این فشار پایینی رو میتونم بنویسم مثلا پی تهران. میخوایم از قله توچال بالا بریم، تهران فشارش چقدره؟ فشار قله رو از ما خواسته، روجیهاش چگالی هوا رو داده، ارتفاع هم داریم، میتونیم از این رابطه به دست بیاریم. یه نکته من اینجا یادآوری کنم بچه‌ها، وقتی که میگن مثلا ارتفاع قله اورست 8800 متره، منظورشون این نیست که از قله تا کفش 8800 متره. منظورشون اینه که نگاه کنید، اینو من یه بگم چون خیلی مهمه، بعدن که میخوایم اینا رو بررسی کنیم بهش نیاز داریم. اینجا رو دقت کنید، ببینید فرض کنیم که اینجا یه قله کوه مثلا دماونده، اینجا کوه داریم، کوه دماوند، کوه دماوند، این پایین شهر دماوند و تهرانه. میریم تا میرسیم به کجا؟ به بندرعباس، اینم دریای خلیج فارسه. خب وقتی که میگن قله دماوند مثلا 6000 متره، 4000 متره، یا قله اورست 8000 متره، یعنی از اینجا تا اینجا 8000 متره. نگاه کنید، از اینجا رو تا اینجا رو میگن 8000 متره، نه از پای کوه. از پای کوه نمیگن، نسبت به سطح دریای آزاد میسنجن. خب اینو چطوری اندازه گرفتن؟ از سطح دریا شروع کردن به حرکت کردن، ارتفاع نیم سانت اومدن تا رسیدن به قله دماوند، بعد همه رو نسبت به هم دیگه سنجیدن. یکای فشار هوا رو میان با بار، اصطلاحاً بهش میگن بار، میگن یک بار، دو بار، BAR. یک بار تقریباً 10⁵ پاسکاله. خب سخت نیست این قسمت، چون فشار مایعات رو خوندیم زیاد اینا رو توضیح نمیدم. ارتفاع قله دماوند از سطح دریای آزاد
از سطح دریای آزاد یعنی هاش قله دماوند. چگالی متوسط، بچه ها ببین نوشته متوسط، متوسط چگالی یعنی اینکه چگالی تغییر میکنه. وقتی که از سطح دریای آزاد به طرف بالا بریم چگالی یک نواخت نمیمونه. اینجا گفته متوسط چگالی 1.3 کیلوگرم بر متر مکعبه. در نظر بگیریم فشار هوا در قله دماوند چقدره؟ بازم فشار پایینی مساویه با رو هاش به علاوه فشار بالایی. فشار پایینی یعنی پی صفر یعنی 10⁵ مساویه با رو جی هاش به علاوه فشار قله. خب اینو ببرم اونور علامتش منها میشه. فشار قله میشه 100,000 منهای 73,000 میشه تقریبا 26,277 پاسکال. پس همه نمیتونن برن تو این هوا قرار بگیرن چون فشار هوا اونجا خیلی کمه، هوا خیلی رقیقه، اکسیژن رسانی به مغز با اختلال مواجه میشه. تذکر هرچی از سطح زمین بالاتر بریم چگالی هوا نیز کاهش پیدا میکنه، هوا رقیق‌تر میشه، فاصله بین مولکول‌های هوا بیشتر میشه چون شتاب گرانش زمین هم کاهش پیدا میکنه. به همین دلیله که چگالی هوا کمتر میشه. بچه‌ها چرا چگالی آب کمتر نمیشه؟ عمق دریا از کف دریا تا سطح دریا مثلا 1000 مترم بیاییم بالا، نگفتیم که چگالی آب تغییر میکنه. علتش هم اول فصل 2 گفتیم مایعات تراکم پذیر نیستند. مایعات مولکولاش نمیتونه به هم نزدیک بشه یا دور بشه از هم دیگه. پس برای مایعات چگالی ها رو تقریباً خطی در نظر میگیرن، اما برای هوا میگیم چگالی متوسطش انقدره. پس هوا چگالیش تغییر پیدا میکنه. در عمق 15 متری یک دریاچه کوهستانی، دریاچه کوهستانی مثلا دریاچه ولشت یک دریاچه کوهستانیه، یا دریاچه گهر یک دریاچه کوهستانیه. فشار هوای اونجا دیگه با فشار هوای مثلا تهران، با فشار هوای مثلا بندر عباس دیگه با هم دیگه برابر نیست. میگه در عمق 15 متری یک دریاچه کوهستانی. پس ما یک دریاچه کوهستانی داریم. با مشکی بکشم. یک دریاچه کوهستانی رو در نظر بگیریم. میگه در عمق 15 متری یعنی اینجا 15 متر پایین و بالاتر، این 15 متر هاشش مساویه با 15 متر. خب که در ارتفاع 3000 متری از سطح آزاد دریا، یعنی این دریاچمونه، دریا 3000 متر پایین تر از اینه. یعنی اگر من بخوام اینو مثلا اینجا مثال بزنم، دریا این دریاچه کوهستانی باشه، دریای خلیج فارس مثلا اینجاست، این دریای آزاده، این دریاچه است. میگه این ارتفاع از اینجا تا اینجا هم 3000 متره، این هم 3000 متره. خب چی از ما خواسته؟ به ما گفته که فشار چند پاسکاله. اینجا فشار رو میخوام. فشار مثلا اینجا اسمشو میذاریم نقطه آ. فشار نقطه آ رو از ما میخواد. فشار نقطه آ برای اینکه به دستش بیارم، فشار نقطه آ میشه رو جی هاش. این واتره، اینم واتره، به علاوه
به علاوه این پی صفری که این بالا قرار میگیره. این پی صفری که این بالا قرار میگیره. پی صفری که این بالا قرار میگیره اینجا پی صفر دریاست، اینجا یه پریم هم براش بذاریم چون پی صفرمون میشه پی صفر جدید. حالا این پی صفر جدید رو چطوری به دست بیارم؟ پی صفر جدید که 10 به توان 5 نیست، میگیم پی صفر پایینی مساویه با روجیهاش هوا. اینجا روجیهاش هوا به علاوه پی صفر بالایی. از اینجا پی صفر بالایی رو پیدا میکنم، تو این رابطه قرار میدم، فشار به دست میاد. فشار در عمق دریاچه به دست میاد. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی گفته که ستونی از هوا رو با سطح مقطع 1 متر مربع در نظر بگیرید. خب ستونی از هوا رو ما در نظر گرفتیم. از سطح دریای آزاد در که تا بالاترین بخش اتمسفر زمین کشیده شده است. اگر فشار در سطح دریا 1 بار باشد، جرم این ستون چقدره؟ متوجه شدید بچه‌ها؟ میگه که یه ستونی رو در نظر بگیرید که سطح مقطعش 1 متر مربعه. چشم، این هم ستونی که سطح مقطعش 1 متر مربعه. سطح مقطع این ستون، حالا اینجا هم سطح مقطع رو بهش بدیم، سطح مقطعش 1 متر مربعه. اگر فشار در سطح آزاد یعنی پایین 1 بار باشه، جرم این ستون چقدره؟ جرم این ستون هوا رو میخوایم به دست بیاریم. خب ارتفاع این ستون باید تقریبا چند متر باشه؟ مال قسمت ب. میگیم پی صفر مساویه با وزنش تقسیم بر مساحتش به علاوه بالاترین فشار. گفته که میریم تا اتمسفر، اون ته اتمسفر زمین. پس اون ته اتمسفر زمین فشار دیگه چنده؟ صفره. خب جیمونم 9.78، تقریبا جی متوسط رو 9.78 گرفتیم. جرم این مقدار هوا رو از این رابطه طرفین وسطین کنیم، میتونیم به دست بیاریم. 10,225 کیلوگرم شد جرم این ستون هوا. خب جرم ستون هوا رو داریم، میگه ارتفاعش چقدره؟ دلتا پی هم داریم. دلتا پی اینو که 0 قرار دادیم، بالاترین و اینو که 0 قرار دادیم، اینم که 10 به توان 5 قرار میدیم. اینو داریم. روجی متوسط هوا رو به ما داده 6. هاش رو میتونیم به دست بیاریم. نگاه کنید اینجا این روجی متوسط هوا رو به ما داده. یعنی بچه ها هرچی از سطح زمین بالاتر بریم، گفتم هم چگالی تغییر میکنه هم گرانش زمین تغییر میکنه. متوسط روجی رو به ما داده. متوسط روجی رو از سطح دریا تا اتمسفر زمین، اون ته اتمسفر زمین به ما داده 6 کیلوگرم متر به توان 2 ثانیه به توان 2. خب فشار هوا رو من گفتم یعنی چی؟ حالا میخوام ببینم فشار هوا رو با چی اندازه گیری میکنن. فشار هوا رو با فشارسنج جیوه‌ای ساده که بهش میگن جوسنج، بارومتر یا فشارسنج توریچلی هم بهش میگن. توریچلی دانشمند ایتالیایی بوده که این فشارسنج رو تونست باهاش آزمایش انجام بده. این آزمایش، این فشارسنج این شکلیه، یک لوله شیشه‌ای 1 متریه، یک لوله شیشه‌ای 1 متریه، درش رو گرفته، سر و تهش کرده، داخل ظرف جیوه واردش میکنه. اگر در کنار دریا باشیم، این مقدار که میاد پایین، این ارتفاعش میشه 76 سانتی متر. خب چون داخلش جیوه هم هست، میگن فشار هوا
76 سانتی متر جیوه است. یعنی فشاری که داره اینجا وارد میشه بچه‌ها، اینجا داره فشار وارد میشه. از طرف کی؟ از طرف هوا داره فشار وارد میشه. این فشار هواست که نمیذاره بقیهش بیاد پایین. اینجا هم فشار صفر میشه. فشار در این نقطه هم برابر صفره. پس این مقدار جیوه‌ای که داخل این قرار گرفته رو میگن 76 سانتی متر جیوه. حالا اگر ضرب در 10 کنیم میشه 760 میلیمتر جیوه گزارش میدن. پس اینو حواسمون باشه، به این میگن فشارسنج جیوه‌ای ساده. به 76 سانتی متر میرسه. چطوری هم به دست میاریم؟ این چگالی جیوه رو باید داشته باشیم تا بتونیم بر حسب پاسکال تبدیلش کنیم. اگر بخوایم پی صفر رو بر حسب پاسکال تبدیل کنیم، چون چگالی جیوه روی جیوه رو 13600 کیلوگرم بر متر مکعب به ما میدن، چگالی جیوه ضرب در گرانش زمین 76 سانتی متر میشه تقریبا 103,000 پاسکال، 103,360 پاسکال، که میگن که تقریبا 10 به توان 5 پاسکال یا 1 بار اون رو در نظر بگیرید. هر 10 متری به عنوان، حالا خیلی تو ذهنمون میخوایم بسنجیم، از این ستون جیوه مثلا الان 76 سانتی متره. خب من اینو بگیرم بغلم، از دریای خلیج فارس شروع کنم حرکت کردن بیام به سمت شیراز. وقتی که دارم میام به ارتفاعهای بالاتر، این میشه 75 ممیز 8 دهم. بیام بالاتر برسم به اصفهان میشه 75 مثلا. برسم به تهران میشه 74. برم بالای قله توچال میرسه به 60. هی داره ارتفاعش چی میشه؟ کمتر میشه. حالا اینجا به عنوان یه تذکر گفته، میگه هر 10 متری که از سطح دریای آزاد بالاتر بریم تقریبا 1 میلیمتر جیوه، یعنی از اون ارتفاع ستون 1 میلیمتر جیوه کم میشه. مثلا اگر توی خلیج فارس 76 سانتی متر باشه، بریم بالا پشت بون یه ساختمونی که 10 متر فاصله داره میشه 75 ممیز 9 دهم سانتی متر جیوه. یعنی به ازای هر 10 متر 1 میلیمتر ازش کم میشه. حالا اگر مثلا بیایم برسیم تهران 1000 متر از سطح دریا، تقریبا بین 800 تا 1200، تقریبا 1000 متر از سطح دریا بالاتر باشه. 1000 متر چند تا 10 متریه؟ 100 تا 10 متریه. پس این 1 میلیمتر، هر 10 متر 1 میلیمتر، هر 100 تاش میشه 100 میلیمتر، یعنی 10 سانتی متر باید کم بشه. حالا بیایید مثال بزنید برای خودتون ببینید واقعا چنین اتفاقی میفته. تقریبا شهر تهران 1000 متر از سطح دریای آزاد بالاتره. فشار سنج جیوه‌ای چه عددی رو نشون میده توی شهر تهران؟ میگیم پی صفر منهای پی تهران. پی تهران رو جابجا کنیم میشه 13000 پاسکال. خب حالا میشه 95 فشار هوایی تهران 760 میلیمتر جیوه. تقریبا 95 میلیمتر جیوه باید از 760 میلیمتر جیوه کمتر کنیم، یعنی تقریبا همون 665 که من گفتم، تقریبا همون 10 سانتی متر. 76 شد 66، اینجا هم تقریبا میشه 665 سانتی متر جیوه. خب دلتا پی تفاوتش چقدره؟ میگیم
اینو بذار ببینم عددشو نذاشتم یادم رفته بگذارم. اینجا 1/3 نگرفته. 1/3 ضرب در 10 ضرب در ارتفاعش 1000 میشه 13000 پاسکال. پس اختلاف فشار هوای تهران با مثلا فشار P0 دریای خلیج فارس حدوداً اگر با فرمول بالا حل کنیم 13000، با فرمول پایین بریم حدوداً میشه 10000 تا کمتر. خب تمرین 16 فشارسنج بارومتری فشار پایین کوه رو 710 میلیمتر و قله کوه رو 450 میلیمتر جیوه. پس اختلاف فشار بین پایین و بالا انقدره. اختلاف ارتفاعش چقدره؟ اختلاف فشار رو داریم برابر با رو جی دلتا هاش. اختلاف ارتفاع رو به دست میاریم، رو میذاریم اینجا، جی هم داریم، اختلاف ارتفاع رو به دست میاریم. بچه ها اول حواستون باشه اینا رو تبدیل کنیم به پاسکال. اینا رو باید تبدیل کنید به پاسکال، بعد تو اون رابطه قرار بدید. مثال 13 ارتفاع لوله فشارسنج جیوه‌ای اگر 60 سانتی متر باشه، ما گفتیم حتما باید بیش از 76 سانتی متر. من مثال 1 متری رو زدم. حالا اینجا میگه که اگر ارتفاع لوله فشارسنج جیوه‌ای، یعنی اگر داخل این ظرف ما بخوایم یه دونه فشارسنج جیوه‌ای قرار بدیم، این یه ظرفیه که داخلش جیوه است. داخل این ظرفه ما جیوه ریختیم. خب داخل این ظرفه، حالا میام داخل این یه دونه استوانه، داخل این یک لوله رو میگذارم، ولی این لوله دیگه بالاش هم باید بسته باشه ولی پایینش باید باز باشه. پایینش رو اگر باز کنیم، پایینش رو به این شکل باز میکنیم. خب میگه این ارتفاع میگه 76 سانتی متره. خب وقتی که 76 سانتی متر باشه این کاملا پر میشه. خب این قرار بوده 76 سانتی متر باشه، گفته 60 سانتی متر اگر باشه فشاری که به انتهای لوله وارد میشه چقدره؟ میگه اینجا فشار هوای محیط رو اینقدر به ما داده. خب فشار هوای محیط رو داده، چگالی ارتفاعی که باید داشته باشیم 73 سانتی متره. این چند سانتی متره؟ 60 سانتی متره. چقدر کم داره؟ 13 سانتی متر کم داره. 13 سانتی متر جیوه به تهش داره فشار وارد میشه. پس حواستون باشه باید چند سانتی متر جیوه باشه؟ باید 73 سانتی متر جیوه داشته باشیم. ولی چند سانتی متر جیوه داریم؟ 60 سانتی متر. یعنی به اندازه 13 سانتی متر جیوه، یعنی 130 میلی متر جیوه داره بهش فشار وارد میشه. اینم فشارسنج توریچلی. اینم تمرینی که باید حل کنید. اون یه تمرین، اینم یه تمرین رو حل کنید تا قسمت فشارسنج مانومتری رو جلسه بعد بگم. میخوام زمان زیاد نشه، به خاطر همینجا قطعش میکنم. قسمت نهم هم تموم شد، پایان قسمت نهم. خدا نگهدار.